سلام و درود خداوند بر شما ای دوستانم. امروز خواستم درباره بهترین و بدترین مکان در روی زمین به شما کمی معلومات دهم. از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که محبوب ترین جایگاه ها نزد الله در روی زمین مسجد ها می باشند و بدترین مکان بازارها. شرح این حدیث اشاره می کند که محبوب ترین جایهای روی زمین مسجدها هستند، چون در آنجا مسلمانان نماز می خوانند و ذکر پروردگارشان وابسته می شوند، از تهمت و بهتان و دروغ گفتن دست می کشند و یکی به دیگر قرآن را پند می دهد و فرمودند که بدترین مکانها در روی زمین این بازارها می باشند، زیرا در آن جایها سخنان بیهوده، سوگند به خاطر فروختن مال، فریبگری، دروغگویی و فراموش کردن ذکر پروردگار بسیارند. از این رو الله متعال این مکان را منفورترین و پسترین مکان در روی زمین دانست. 4 вида и